رکس تیلرسون وزیر امور خارجه از مقامش برکنار شد. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اول در توییتر خبر داد، هرچند سببش را نگفت، اما بعداً اعتراف کرد که اختلافات نظر با وزیر سبب برکناری او شد. مناسبت ما خوب بود، ولی در بعضی مسائل اختلاف نظر داشتیم. مثلا به نظر من سازش اتمی با ایران وحشتناک است. به عقیده او هیچ مشکل ندارد. من میخواستم از آن دست کشم یا کار کنم. او عقیده دیگر داشت. خود تیلرسون که بیشتر از یک سال در مقام وزیر امور خارجه کار کرد، روز 13 مارس به خبرنگاران در واشنگتن گفت: مهمتر از همه آن است که گزارش با نظم و هموار امور به دست وزیر نو را تامین سازیم، چون که در زمان قرار داریم که مسائل سیاسی و امنیت ملی کشور همچنان با چالش‌های چشمگیر روبرو است. حالا مایک پامپئو رئیس خدمات مرکزی استخبارات آمریکا جایگزین رکس تیلرسون شد. مقام او را در این اداره معاونش جین هاسپل گرفت و نخستین زن شد که نهاد مهم امنیتی آمریکا را رهبری میکند. رکس تیلرسون از 20 ژانویه سال 2017 وزیر امور خارجه آمریکا بود. تا آن زمان مدیریت شرکت نفتی اکسون موبایل را بر عهده داشت و هیچگاه به کارهای دیپلماتی هم مشغول نشده بود. سر و صدا درباره رفتن تیلرسون از تابستان سال گذشته بلند شد. بعضی از رسانه‌های آمریکا از اختلافات نظری او با ترامپ گزارش می‌دادند و یک دفعه گفتند که تیلرسون حتی عریضه استعفا نوشته است، اما از او خواستند که از مقامش نرود.